میرید به مطلب بعدی. باب 97 عزل برآوردن آلت از فرج زن تا منی در آن نریزد و حمل نگیرد. چه بابای وحشتناک دارن اینها. روایت شماره 5207 از از یحیی ابن سعید از ابن فلان فلان بهمان روایت است که چی شده ما در روزگار پیامبر عزل میکردیم. یعنی چی؟ یعنی با کنیز سکس میکردن، وقتی که ارضا میشدن آلت تناسلی خود را از آلت میکشیدن و در بیرون ارضا میشدن، نه در واژن کنیز. 5208 صحیح بخاری از عمرو از عطا روایت است که جابر گفت ما عزل میکردیم و قرآن نازل شد. روایت 5209 از عمرو از عطا روایت است که جابر گفت ما در روزگار پیامبر عزل میکردیم و قرآن نازل شد. 5210 از مالک ابن انس از زهری از ابن فلان روایت از زهری از ابن فلان روایت است که ابو سعید خدری گفت بر زنان اسیر دست یافتیم. ببین عزیزان، بر زنان اسیر دست یافتیم و عزل میکردیم. زنان اسیر را پیدا کردن، بالاشون تجاوز میکردن. در کتاب صحیح بخاری در این مورد از رسول الله پرسیدیم، فرمود آیا شما واقعا این کار را میکنید؟ 3 بار پرسید. هیچ موجودی نیست تا به روز قیامت که پدید آمدنی باشد مگر آنکه پدید می آید. خب یک روایت دیگر در کتاب صحیح بخاری باب 111 آیا کنیزی را که میخرد قبل از اینکه رحم وی پاک شود با او جما کند و حسن از بوسیدن و اماگوشی شدن با وی باکی نمیبیند و ابن عمر یعنی فرزند عمر ابن عمر گفته است اگر کنیزی با وی جما شده باشد و کسی بخشیده شود و فروخته شود یا آزاد شود باید رحم وی با حایز شدن وی پاک گردد، لیکن در دختر بکر یا دختر باکره پاک شدن رحم شرط نیست. و عطا گفته است اما در سوره مؤمنون آیه 6 و در معارج هم حکم استفاده کردن زنان کافر آمده، کنیزکانی که مالک آنها شده اید و دستهای ایشان. سوره مؤمنون آیه 6، سوره المعارج آیه 30. این مطلب دوباره تکرار شده و آمده.